بیش از 15 ساله که یه سوال ذهن میلیون ها نفر رو مشغول کرده: مسی یا رونالدو، کدومش واقعا بهترین تاریخچه جهان هستن؟ یکی با استعداد خالص به دنیا اومد و اون یکی خودش رو با عرق و تمرین ساختش. مسی با حرکاتش مثل نقاشی روی زمین فوتبال میکشه، پاسهاش جادوی ناب آرژانتینه. اما رونالدو اون یه ماشین بیرحم گلزنیه، قدرت تمرکز و اراده‌ای که هیچ وقت تسلیم نمیشه. چهره مسی هنگام سرود ملی آرژانتین و رونالدو در لحظه فریاد گل، یکی از نگاهش آرامش، یکی از نگاهش آتیش. آمار چی میگه؟ بیش از 800 گل برای هر دو، 10 جام و توپ‌های طلایی‌های بی‌پایان. اما چیزی که عدد نشون نمیده، حسیه که بهت میدن. اون لبخند بعد از دریبل یا اون فریاد بعد از یه گل 90 دقیقه‌ای. مسی بهت یاد میده از بازی لذت ببری. رونالدو بهت یاد میده هیچ وقت تسلیم نشی و شاید همین تفاوتشونه که فوتبال رو زیباتر کرده. پس جواب سوالت اینه: هیچ کدوم کامل نیست، اما با هم تاریخ فوتبال رو ساختن. تو کدوم تیم هستی؟ مسی یا رونالدو؟ برام بنویس.